آخرای تابستون سال 1366 بود که توی یکی از کوچه‌های قدیمی و شلوغ تهران صدای گریه یه بچه بلند شد. یه پسر شیطون باهوش که اسمشو گذاشتن امیر. به خاطر شغل پدرش مدتی رو رشت زندگی کردن. امیر بچه‌ای بود که زندگی راحتی نداشت. باباش گرفتار اعتیاد شد و بعد چند سال از خانواده جدا شد و امیر با مادر و خواهرش به زندگی ادامه داد. وقتی که امیر کوچیک بود، مامانش برای گذروندن زندگی تو خونه‌های مردم شروع به کار میکنه تا بتونه شکم بچه‌هاشو سیر کنه. اما امیر تو این وضعیت مادرش رو تنها نذاشت و شروع به کار تو یک سوپرمارکت کرد. بعد رفت سراغ نجاری و توی کارگاه نجاری شروع به کار کرد. انقدر زندگی براش داشت سخت می‌گذشت که به فکر فوتبال بازی کردن افتاد و توی سرش این بود که بهترین فوتبالیست بشه و زندگیشو تغییر بده. ولی ته دلش همیشه آرزوی خواننده شدن بود. امیر از همون بچگی رویای موسیقی خوانندگی رو داشت. هر صدایی براش آهنگ بود و از صدای زنگ دوچرخه بگیر تا صدای بارون رشت. تا اینکه سال 1382 با انتشار آهنگ برو از پیش من، امیر تتلو پا به دنیای موسیقی گذاشت. این آهنگ تو دل مردم جا باز کرد و کم کم راه برای امیر باز شد. اون با همین موزیکا به دنیای رپ و موسیقی ایران معرفی شد. امیر با آدمای معروف کار کرد و آهنگاش یکی یکی مثل بمب صدا کرد. اما هر جا میرفت حاشیه هم همراهش بود. چندین بار به دلایل مختلف دستگیر شد و حتی یه مدت هم زندان رفت. اما امیر هر بار بعد از آزادی با روحیه قوی و جسارت بیشتری برگشت و به کارش ادامه داد. یه دوره‌ای امیر با حسین تویی گروهی به اسم TNT راه انداختن و چند تا آهنگ مشترک خوندن، ولی بعدش از هم جدا شدن و امیر راه مستقل خودش رو ادامه داد. اونقدر مشهور شده بود که حتی یه آهنگ هم برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2014. بعد از یه مدت امیر مجبور شد از ایران بره. اول به گرجستان رفت و بعد به ترکیه، اما این مهاجرت چیزی از محبوبیتش کم نکرد، بلکه حتی با موزیکای جدیدش و ارتباطی که تو فضای مجازی با طرفداراش داشت محبوبیتش بیشتر شد. تو سال 2018 امیر آلبوم تتلیتی رو منتشر کرد. آلبومی با 15 آهنگ که سر و صدای زیادی بین طرفداراش برپا کرد. امیر تو زندگی شخصیش با افرادی مثل سحر قریشی، دنیا جهانبخت وارد رابطه شد که هر کدوم از این روابط کلی حاشیه براش داشت. یکی از کارهای عجیب و جالبی که امیر کرد، تتوهای زیادی بود که روی بدن و حتی صورتش زد. هر کدوم از این تتوها براش یه معنی داشتن. تتوهاش تبدیل به بخشی از هویتش شد و کلی سر و صدا کرد. امیر همیشه تو زندگی به همون سبک خودش بی‌پروا و متفاوت. تو آذر 1402 تتلو یه ویدیویی از خودش منتشر کرد که توی فرودگاه ترکیه است و گفت قصد داره برگرده ایران، اما به محض ورود به ایران دستگیر شد. طرفدارای امیر هنوز امید دارن که یه روزی دوباره آزاد بشه و با موزیکاش دنیای جدیدی بسازه. امیر تتلو به ما یاد داد که هر چقدر سختی‌ها بزرگ باشن نباید دست از روی هامون بکشیم. امیدوارم که از این انیمیشن لذت برده باشید. امیر تتلو یک آدمی پر از انگیزه و امیده که هرگز دست از تلاش برنداشت. تتلو به ما یادآوری میکنه که هیچ وقت نباید از رویاهای خودمون دست بکشیم. من خودم به شخص طرفدار پروپا قرص آهنگای تتلو ام و به نظرم توی هر شرایطی باشی آهنگاش برات یه معنی داره و آرومت میکنه. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارین و به دوستاتون هم معرفی کنید. مرسی که با من بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.